سلام علیکم، به همه با شما هستم زارالدین سنت‌الله و شما قرار دارین در کانال سنت تیوی. برنامه امروزه ما نام داره شوخی‌های بی‌تحب. شوخی‌های بی‌تحب. ما امروز با شما چند ویدیو را تماشا میکنیم و در کامنت‌ها می نویسیم که در همین حالت‌ها اگر که ما دوچار شویم چه حسیات به خودمون داریم. یک سواد درباره بانوایی که در خانه هستند، مثلا گوش دختن در اوقات که تماشا میکنیم چی میگن؟ من همین یک چیز رو صاف نفهمیدم. اگر در همین اوقات گوش دازم پدرم جنگ میکنه، گوش ندازم امین جنگ میکنه. من باید چیکار کنم نمیفهمم. سروی چابو بوم سفید کو چیکار کنم؟ گوشتا ماگو گوشتا پارتو بگیر. شوخی‌های بی‌تحب. در همینجا میخوام یک معلوماتی مهم به شما برسانم. باور دارم که به همه شما در کارهای بلیط‌های هواپیما با نرخ‌های دسترس، همچنین گرانیسا گذاشتن با سامالیات در مدت یک سوتکه و همچنین پرویر کردید تمام دکومنت‌های شما، یعنی که رجیستراسیا، پاتنت، دپورت، زپرت و دیگر اسلوب‌ها هسته، میتونین مراجعه کنین فقط در نمره واتساپ. و همچنین نفرایی که میخواهند خودشان یا اینکه نزدیکاشون به حج عمره روان کنن به همین رقم مراجعه میکنین. با تمام شرط و شرایط‌ها با نرخ‌های دسترس این زمان بهترین ایام برای حج عمره هستند. مراجعه میکنین، همه اسلوبی‌ها را میفهموننتون و همه در خوبیش چیه که وقتی شما به این شرکت مراجعه میکنین کنسولتاسیا در همه باره به پولای چقدر که شما خواهین با تمام سوالاتون وقت جدا کرده جواب میدین. مرحمت مراجعه کنین. بلیط‌های هواپیما، پرسچینی گرانیسا با سامالیات، پرویر کردید دکومنت‌ها و همچنین حج عمره. همین جای ویدیو را یک اسکرین شات کرده در تلفنتون گیریم. باور دارم که با شما حتما در کار میشه. شوخی‌های بی‌تحب. اینا دولان اما پایون دوانو پیش نیم برات ما چقریره جد که بچه قریب به کلام غلطی قریب به کلام غلطی چرا زد به فکرم گردن شکست قریب به کلام میزد. ماما جراشدن ایجا دو تاساگای واخر ریسک میگم بکنم نکنم بگذارم سرم نمیکنم های برای کشیده میشه سرم نکنم بابا غمخم به زبی بعد میترس مای ساگو اوی بلا سه تابله بانو میالو آیو مات شوخی‌های بی‌تحب. کم در پیش ویدیو را تماشا کردیم که سگ چخیل 360 گرادوس تا بود پرتاف. وقتی که دخترها سگ میبینم بعد انا وقتی که بچه ها سگ میبینن چیکار میکنن؟ چگونه مردم با قرآن نه با انسانیت میفهمن نه با شرافت میفهمن شوخی‌های بی‌تحب. کو شهرما که امریکا تا میجوشم به تماشا میکنیم. اینجا چی گفته؟ این میگه 12 ایتاج برو یگان جونم برو نمیجمه منو خودت بفرو بگی چی گفتی رادنا؟ بچه زلال نشه بچه خیلی برو قاقه پیناب در لیفت میشینیم برو. من میشینم برای $9 بگیرم بالا برورم و او چای درو برو برای $20 شید میبرم بالا میبرورم پایان میفرورم چیزی که میبرم بالا میبرم پایان میبرم. شوخی‌های بی‌تحب. در این ویدیو دو جورای جانی در استوریکا کار کرده ایستند. همه کسا میبینیم کارشونه به هم میتیم. دو تا جوره اگر یک جای شوند کار یا الالزه میشد یا الالزه به یگان سرش میگیم. یک بار دیگه میمونیم. دو تا جوره اگر یک جای شوند کار یا الالزه میشد یا الالزه به یگان سرش میگیم. افتار رپتیسیا ده. شوخی‌های بی‌تحب. اینترویو ژورنالیست از یک پیرمرد که بیا تماشا میکنیم. اینجا چی کرده؟ ای کاش به حرف بابام گوش میکردم. مگه چی میگفت؟
گوش نکردم که چی میگفت. شهرما که خوالینگی اینجا چی باشه خود رفتیم چه نام دنیا تدک جا وقتا تایم کورگر دقت میره و ایچو میره و اوسو جا میره اینا سوزای کسی هستن تون سوزای کن تایم دزنای نگوی خیلی حتی تامی برام اخکام میکنم معلوم یالو تاجیکستانی افغانیه نه تاجیکستان دیگه افغانستان دیگه ایران دیگه اما همه همزبان هستیم سر سیمان نشه آروم چشم کن بگو میگیریم اسمت چیه؟ سحر اسم من شام نامت چیه گیتاریست؟ از من بعد یابی شوخیایی بتهم اگر چند ویدیوی خنده‌آوری تماشا کردیم بیاین حاضر یک سرود یک مرد که چندین سال آرزوی سرودخوان شدن نداره گوش بخوامش کنه جای خنده نداره همین خیلی ویدیو ما باوری دارم که همه مردا مجبور کردگیان که بخونه با هم میکروفون گرفتگیان در پیش قپیدگی اگر представить کنین یک پارتی بودم که ای هر خیلی باشه نباشه یک مردی کلامسول ای همورا خواهش کردی که بخون اگر بود چیه که در طور سر او میزنی و خیلی که یک بی‌تربیتی ده اینه که تو چی درجه بیچاره را قهرش کرد شوخیایی بتهم خب یکم سوال اگر اسماعیل سوال بداده تماشا میکنیم یا نه؟ خیلی مهلت به تماشا میکنیم اگر اسماعیل سومانی در اگر اسماعیل سومانی میگه جنگ بزرگ وطن گرمانیا رو در جنگ بزرگ وطنی خیلی بدل شد میشه نمیبورید هیکلش در خودمون میساختن فکرم ها میساختم برای که وای وشیدگی کو شعری کو مینویسه چوته تکرار کنید شعری کو مینویسه ما بودم که شما کشته کشته نه میساختم چه سبب؟ خیلی تو پاپولر نشوی اگه کسی گونچ نمیکنه ای پیشم نبرو که در آخر یک معلومات مهم دیگه ایمینا برای مهاجران نفره که شما میخواین که روبل دارین با تاجیکستان سامانی روان کنین یا که از قزاقستان با تاجیکستان روان کردنین البته که هر یک بانک کمیسیا میگیره یا که کورس پس میده ما با شما میتونیم که همین مبلغ شما چقدر که باشه به کمیسیا روان کنیم فرق نداره وای روبل باشه دلار باشه یورو باشه ریال باشه تانگا باشه سوم ازبکی باشه چیزی باشه خلاصه که ما میتونیم سوم شما را به کمیسیا با والیوت خواستگیتون پریود کنیم مثلا روبل میتونیم سومونی به کمیسیا و با کورسی خوب یا اینکه مبلغ قزاقی تنگه با سومونی یا اینکه سومونی با روبل تنگه دلار چیزی باشه به کمیسیا با لوبوی بانک میتونیم کارتونا بود کنیم برای مشکل را حل کردن شما در رقم‌های واتساپ مراجعه میکنید و در مدت کوتاه کارتون بود میشود در یکم کامنتر است و تلگرام کانال ما را میبینید که در آنجا ویدیوهای جالب و خبرهای مهم بیشتر میبراید حتما بدروید پشیمان نمیشین همه خیر تا ویدیوهای آینده شب بخیر میمونای طرفی عروس خزم بره شب بخیر یادت سای شب بخیر شب بخیر کاملا چی